اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز همراه شما عزیزان درباره یکی از موضوعهای خیلی مهمی که متاسفانه اکثریت گمان میکنند آنقدر هم مهم نیست، در موضوع دوستی صحبت میکنیم. درباره اینکه در حیات ما دوستان ما چه نقشی دارند و تا چه اندازه به خوشبختی و بدبختی ما میتوانند تاثیرگذار باشند و البته چی کار کنیم تا اینکه فایده رسان دوستان خود باشیم و از نفرانی که نامشان دوست هست ولی آنها اصلا یا بدخواه هستند یا ناخودآگاه به ما بدی میکنند، چگونه از چنگ آنها خلاص شویم. همه ما میدانیم که دوستی یا بی دوستی زندگی کرده نمی شود. یعنی آنهایی که تک و تنها هستند، تماما بی دوست هستند، در دنیا یک تا یا دو تا هستند. اکثریت پروردگار ما را این گونه آفریده است که ما طبیعتا دوست می داریم، می خواهیم با کسی در ارتباط باشیم، در دوستی باشیم. خویش و تبار، خواهر و برادر، فرزند و همسر در جایش، دوست هم در جای خود، ما به او نیاز داریم. اکنون اینجا مسئله دیگری هست. تاثیر دوست در زندگی انسان، در زندگی یکایک ما تا اندازه قوی هست که بسیاری ها را محض دوستانشان بیراه میکنن یا گفتیم گمراه میکنن، یا اینکه به سبب دوستان بد خود آنها کلا معنای زندگی را گم میکنن. و این چنین خوشبخت‌ترین نفران دیگر هم هستند که به سبب دوستان خوب خود آنها از چقدر راه‌های بد برگشتند و در زندگی موفق گشتند و هم خود را شناختند و هم پروردگار خود را شناختند. پس اینجا مسئله دوستی را نباید کم گیریم، نباید گمان کنیم که خیر دوستی رفیقی با کسی دوگانه هست، با کسی دوستی دارد، با کسی آشنایی دارد، این چیزی نیست. نه، آشنای تو، رفیق و دوگانه تو تا اندازه به حیاتی تو تاثیر دارد که میتواند فکر تو را دیگر کند. خیلی ها هستند کسی را ندیدن اما دربارش فکری بد دارند، به خاطر آنکه یک دوستشان در ذهن ایشان آن نفر را بد نشان داده است. خیلی ها هستند کسی را ندیدن اما عاشق او هستند، او را خیلی دوست می‌دارند، نه از اینکه از او نیکی دیدن، به خاطر آنکه دوستشان به ایشان تعریف کرد. و همین گونه در دوستداری ما، در احساسات ما، حتی در بنیاد شخصیت ما که ما چگونه یک شخصیتی هستیم، دوستان ما خیلی و خیلی تاثیر دارند. و انا از برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند المرء علی دین اخیه، انسان در دین برادرش هست، یعنی دوستش هست. فلینظر احدکم من یخالله، ببینید با کی دوستی میکنید. حتی دین یعنی عقیده، حتی نجاتتان را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما مثل کسی هست که دوستی میکنید. برای همین هم اساسا شخصیت ها را باید از دوستانشان بشناسید. در ما اثری هست از حضرت علی رضی الله عنه که میگویند اگر یگان نفر را نشناختید، نتوانستید درباره‌اش اخبار پیدا کنید، که بودنش را تحقیق کرده نتوانستید، به دوستان او نگاه کنید، به همنشینان او نگاه کنید. اگر دوستانی خوب دارد انسانی خوب است، اگر دوستانی بد دارد انسانی بد اخلاق است. پس خاراکتر یک نفر رو، شخصیت یک نفر رو، تا چه اندازه به دنیا او بصیرت دارد، تا چه اندازه هدف ها دارد، از او چه چیزهای ما باید انتظار شویم، با دوستان او نگاه کرده ما میتوانیم خلاصه براریم. برای همین هم
مسئله دوستی خیلی مهم است. میگوییم نه دوست کار کردن نمیتواند، خانه او جدا هست، خانه ما جدا است، در هفته یک بار می آید، در یک روز یک بار با تلفن صحبت میکنیم، اما هر چی باشد هم او دوست شما، خواه و ناخواه کار خود را میکند. خوب باشد خوب، بد باشد بدیش به ما میرسد. برای همین هرگز نگوید که نه دوستان به ما هیچ کار کردن نمیتوانند. اگر فکر کنیم بعضی از دوستانی هستند که با یک مشورت خوب خود کل زندگی ما را تغییر دادن. آنها سبب شدن جنجال هایی که باید میشد نشد. آنها سبب شدن طلاقی که باید واقع میشد نشد. آنها سبب شدن جاهلی که ما باید جاهل بمانیم، نه ما باسواد شدیم. آنها سبب شدن مایان خود را بشناسیم، عزیز شویم، عزت یابیم. اما برعکس این دوستانی هستند که در یک ماه یک بار با شما صحبت میکنند، تا ماه دیگر زهر آنها را از بدن شسته نمیتوانید. ویروسی که آنها به بدن شما داخل میکنند تا یک ماه از آن رنج و درد میکشید، به خاطر یک جمله که گفت، یک خبرکشی که کرد، و یا اینکه یک رفتار را به شما نشان داد که شما تا دیدن یعنی بار دیگر او را دیدن از آن اذیت و رنج میکشید. برای همین اینجا هرگز نگویم که نه دوست کار به ما نمیکنند. مسئله عادی است، مسئله هرگز مسئله عادی نیست. و حتی مسئله انتخاب دوست و مسئله اینکه یک دوست میتواند سبب نجات تو شود و یا سبب نابودی تو گردد، پروردگار در قرآن کریم امر میکند که ما با کی دوست شویم، یا خود الله به ما راه نشان میدهد. و پیامبرش صلی الله علیه و سلم میگوید که چون خطاب از الله به پیامبر آمد، یعنی خطاب به امت پیامبر است. بعضی از خطاب های یک تا دو تا که فقط خاص پیامبر است، اما در عموم خطاب هایی که در قرآن کریم است و پیامبر گفته می شود، اما معنایش به امتان پیامبر می باشد. الله میگوید واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. پیامبر تو دوستی کن، تو همنشین نفران باش که آنها پروردگار خود را صبح و شام دعا میکنن یا عبادت میکنن و آنها به خاطر رسیدن به رضایت پروردگار، به خاطر نائل شدن و بهشت جاودان، آنها همیشه در عبادت پروردگارشان هستند. یعنی تو دوستی کن با نفرانی که آنها بنده های خالص هستند، بنده هایی که آنها دنیا را نمیخواهند، پول مال تو را نمیخواهند، بنده هایی که با تو دوستی میکنند به خاطر شخصیت تو، به خاطر ایمان تو، به خاطر اخلاق تو، نه به خاطر فایده هایی که از دست تو به آنها میرسد. یعنی اینجا رو اگر ببینیم، پروردگار میگوید شما با نفران دوستی کنید که آنها بنده های خالص الله باشند، بنده های خالص الله باشند، نه ریاکارهایی که آنها در خانه کار نمی کنند، ایمان آنها، مظهر آنها، لباس آنها، کلام آنها فقط به خاطر مردم و به خاطر گرفتن آبرو هست. نه با نفران دوستی کنید که آنها کاملا میگویند نه ما به دین و به اهل علم و اهل اسلام کار نداریم و اهل دنیا هستیم. نه، تو به نفرانی که آنها بنده خالص هستند. برای چی بنده خالص رو میگوید؟ تصور کنید عزیزان، درباره همسر صالح هم گفته بودیم، اگر شما دوست دارید که او از الله میترسد، او هرگز شما را غیبت نمیکند، پول شما را نمیدزدد، حق شما را نمیخورد. درباره اهل عائله شما که ناموس شما هست، درباره زن شما که ناموس شما هست، درباره دختر شما، درباره مادر شما، درباره خواهر شما هرگز و هرگز بدگویی نمی کند، هرگز حد و حدود شما را تجاوز نمی کند. برای اون که او از الله می ترسد، او می داند که پیامد این جزای خیلی و خیلی دردناک است. بجز شما به دیگران هم، آنهایی که در حقیقت اهل اخلاص هستند، هرگز ضرری آنها نمی رسد. برای همین می گویند که مسلمان نفری هست که حتی مرچه ها، حتی ماهی ها در آب برایش استغفار می کنند، چون حتی ماهی ها هم از دست آنها رنج نمی کشند. و اینجا چون مسئله جدی هست، خود پروردگار در قرآن درباره دوستی کردن یک بار نه بارها به ما تذکر می‌دهد. اکنون اینجا بعضا می شود که میگویم ما از کجا فهمیم که
این نفر دوست صالح ما هست. از کجا فهمیم که با این نفر ما باید دوستی کنیم؟ بعضا می شود که ما از کوچکی برای خود الکی دوست پیدا کردیم، ما یا عائله ما یا پدر و مادر ما، دیگر از آن دوستان راه خلاصی نیست. شاید کمی خود را کنار گرفت، اما در عموم با آنها تا مرگ دیگر باید دوستی کرد. اما بعضا می شود که در یک سن سال معین کمی عقل انسان وقتی رشد میکند، وقتی انسان الکی خود را میشناسد، اطرافیان را میشناسد، علل خصوص به خاطر دوستانی بد خیلی زیاد پیش پا میخورد، او دیگر میخواهد که یک دوستی خوبی داشته باشد، یک دوستی خوبی داشته باشد که در نبودن او هرگز در حق او خیانت نکند، با زهرهای زبان خود حیات او را تلخ نکند. اینجا میگیم با که دوستی کنیم، از کجا دوست پیدا کنیم؟ صفت دوستان صالح، دوستان حقیقی که در حقیقت آنها برای ما همچون در این زمانی پر از فتنه محرم هست، ملهم هستند. ببخشید، صفت های اینها چی است؟ پیش از همه اگر به آیت قرآن نگاه کرده باشید، دیدیم که دوستان باید نفرانی باشند که از الله بترسند. کسی که میگوید میبخشید من به الله اینقدر باور ندارم که من مسلمان نیست، یا میگوید نه من در مسئله دین خیلی ضعیف هستم، اینقدر انسان دیندار نیستم، یا بعضی میگم به دین خوش ندارم، از اینها نباید یگان امیدی خوبی داشته باشه. برای اون که نفری که حق پروردگاری که او را آفرید و او این همه نعمت ها را داد، حق پروردگارش را پایمال میکند، او هرگز یک دوستی صمیمی و فداکار شما نمی شود. شاید به خاطر بعضی از خصلت ها دوستی خوب باشد، اما به خاطر اینکه او از خالقش هیچ ترسی ندارد، به گناه های جدی دست میزند که خواه و ناخواه شما مثل او میشوید. مثل او نشوید هم یک اندک از آن تاثیر میگیرید. برای همین اینجا باید حتما برای خود دوست یا همنشینی صالح، آنی که از پروردگار میترسد، آن را انتخاب کرد. آنی که در حقیقت به خاطر نه اینکه شما یک دوست نزدیکش هستید، به خاطر اینکه پروردگار بالای سر او رقیب است، برای شما ظلم نمی کنند. چیزی دیگر این است که دوستانی که به خاطر منفعت با شما دوستی میکنند، به خاطر کمکتان، به خاطر مالتان، به خاطر خانهتان که گاهی می آیند و لذت میبرند، یا ماشینتان، یا آبرویی که به خاطر آبروی شما آنها هم در بعضی جایها فخر میکنند که من دوستی فلانی هستم، نباید از آنها امیدی خیری داشته باشه. دوست حقیقی، دوست صالح نفری هست که برای منفعت ها با ما دوستی نمی کند، برای خودمان با ما دوستی می کند، برای اینکه خودمان را دوست می دارد. انا این گونه دوست ها، خواه شما بار بی آبرو شده روید، خواه همیشه با آبرو باشید، خواه شما کمبغل باشید، خواه بای باشید، خواه شما پیر باشید، خواه جوان باشید، آنها در بر شما هستند، برای اون که آنها برای منفعت دوستی با شما ندارند و هرگز کمبغلی شما، بیماری شما، بیکسی شما، بعضا بی آبروگی شما که در زندگی گاهی می شود، آنها را از شما جدا نمی کند. انا این گونه دوستان را اگر داشته باشیم، باید به قدر آنها برسیم که وای که چقدر کم هستند آنهایی که در حقیقت در ماندگی می آیند دست ما را می گیرند. وقتی دنیا از ما روی خودش را گردانید، آنها می گویند دوستی من با تو هستم، من همینجا هستم، من تو را ترک نکردم. وقتی فقر و ذلت و کم دستی بالای ما آمد، آنها میگویند از کم دستی خود هرگز و هرگز نباید رنجیده باشی، اینجا من هستم، دوست تو هستم، اگر مال نمیدی هم حداقل به خاطر کم بغلی تو رو ترک نمیکنم. برای همین دوستی با نفرانی کنیم که آنها به خاطر منفعت با ما دوست نیستند. و چیزی دیگر این است که بعضا میبینید بعضی نفرها دوستی ما هستند، اما هرگز به ما نصیحت نمیکنن. هر کاری کردیم کفکوبی میکنن، همیشه مدح میکنن، همیشه تملق کاری، همیشه خوش آمدگویی. خطا کرده میگن خوب کردی، دوستت میدارم، دوست تو هستم. دروغ گفتی، در دروغ تو هم چیزی نمیگن، یعنی عکس العمل از آنها دیده نمیشود. اینها دوستای خوب نیستن. دوستی حقیقی، دوستی صمیمی، آنی که نجات تو را میخواهد، آنی که موفقیت تو را میخواهد، آنی که عزت تو را میخواهد، او خطاگی های تو را به تو میگوید. البته نه خیلی که پیشتر هم گفته بودیم، با توبیخ و با طعنه و با
شرمنده کردن نه، همون گونه ای که دوست صمیمی با دوست صحبت میکند که نه این کاری که کرده ایستاده این خیلی برای تو خطرناک است، این کاری که کرده ایستاده پایانی خوب ندارد. یعنی وقتی که گفتیم ما دوست هستیم، در گناه هم دوست هستیم، در ثواب هم دوست هستیم، هر چی کردیم و با تو هستیم. نباید دوستی صمیمی، دوستی صالح این گونه باشد. دوستی صالح وقتی گفت در گناه هم با تو هستم، او دوستی صالح نه، او دشمن شما است. او در گناه و در خطاها همیشه به شما کمک میکند. یعنی وقتی دیدید در حقیقت خطاگی های شما رو گفت و شما رو اصلاح کرد، انا این نفر دوستانی هستند که ما باید از بودن آنها همیشه لذت بریم. اما مشکلی دیگری هم هست که زیادی مایان دوست می‌داریم نفرانی رو که آنها همیشه ما رو تعریف کنند، دوستانی که به ما درباره خطاگی ما میگویند یا دوستانی که میخوان ما رو اصلاح کنند، اینقدر از آنها خوش نداریم. شاید از اینکه آنها خوب اصلاح کردن نمیتوانند، شاید از اینکه ما عجب و تکبر داریم و نمیخواهیم اصلاح باشیم. ولیکن انسان‌های حقیقی، انسان‌هایی که در حقیقت موفق هستند و در حقیقت انسان‌های صالح هستند، آنها هرگز و هرگز از نفری که ایشان را اصلاح میکند و نصیحت میکند از ایشان متنفر نیستند. چیزی دیگر این است که دوستان حقیقی همیشه یا دوستان صالح ما را حمایت میکنند. چه بسا در حیات خود دیدم و شما هم دیده اید، نفرانی که وقتی با ما هستند با ما هستند، وقتی پشت سر ما هستند دیگر از پای ما کار رو میکنند. یعنی از ایشون در حیاتتون شما حمایت ندیده اید، چه حمایت مالی باشد، چه حمایت معنوی یا مرال نمیگویند بروسی، که وقتی که شما را سیاه کردن او گفته باشد که نه همون گونه ای که میگوید این گونه نیست. شاید خطاگی های دارد، انسان به خطا نمی شود، اما همان طوری که شما میگوید آن انسان این گونه نیست. یعنی ما با بعضی نفران دوستی داریم اما هرگز از آنها نشانه رفاقت را یا دوستی را ندیدیم، حمایت را از ایشان ندیدیم. در همه حالت ها ما را تنها گذاشتن، در همه حالت ها ما را به حال خود وا کردن. انا اینها رو هرگز نگوید دوست هستند. اما نفرانی که شنیدید و میدونید که در نبودن شما سر شما رو نگاه میدارن، وقتی شما رو دیگران لطمه میزنن ایشان حمایت میکنن، انا اینها دوستانی حقیقی هستند و دوستانی صالح هستند. مسئله دیگر مسئله موفق شدن. دوستانی زیاده داریم در صحبت های بیفایده با ما دوستی میکنن، در خوردنی هایی که دیگر تمام نمیشود دوستی میکنن و این چونین در بعضی از وقت گذرانی های لغو و بی‌معنی دوستی میکنن. اما گفته من خواندنی هستم، من هنرآموختنی هستم، یا من از پای علمی شدم، من از پای کتابی شدم، من از پای پیشروی شدم، یک باره رنگ و رویشان تغییر مییابد و آنها هرگز خوش نیست یا آنها هرگز نمیخواهند شما موفق شوید، یا از اینکه حسادت دارند یا از اینکه چون خودشان این گونه بیهوده وقتی خود رو میگذرانند از آن میترسند که شما اگر از پای یگان کاری خوب شدید آنها تنها میمونند. نباید با این گونه انسان ها وقتی خود را گذرانید. دوستی من از من میرنجد دیگر او با من دوستی نمی کند گویان هرگز شما از پیشروی یا از درهای علم و هنر خود را کنار نگیرید. اکثریت نفرانی که میبینید آنها در یک مرحله خیلی خوب بودند ولی پیشروی کردن نتوانستند یا یک باره عقب نشینی کردن یا راهی خود را تغییر دادن، مسیر آنها یک بار دیگر شد. اینها نفرانی هستند که در اطرافشان دوستانی اینها رو میگیم بدخواه دارند. هرگز نفری که نمیخواهد تو علم آموزی، تو پیشروی کنی، تو در این و یا در آن ساحه موفق باشی، او دوستی تو نیست، او یک بدخواهی تو هست. برای همین ببینید که دوستانی که وقتی گفتید من پیشروی کرده ایستادم، اگر شریک نباشن هم همراهتان نکنن هم شما را تشجیع میکنن که بهترین است، کاش هم مثل تو، من هم مثل تو باشم، من هم مثل تو میشوم. یا اینکه وقتی گفتید من از پای این و یا آن علم و دانش هستم، آنها هرگز نمیگویند که نه آن را چت گذار، بیا کمی صحبت کنیم، بیا کمی چق کنیم یا چیز دیگر. یعنی این نمود دوست ها دوستانی صالح نیستند. اما دوستانی حقیقی،
دوستان صالح که یک دو نفر شاید در حیات بنده هم واخورده باشد، دوستان عزیزی که هر بار که نشستیم درباره کتاب صحبت میکنن که حتما مسلم اجال همین کتاب رو بخونید، من خواندم، یا اینکه حداقل توصیه میکنن برای فرزندان که این اسلوب رو من این هفته پیش گرفتم یا ماه گذشته پیش گرفتم که خیلی در تربیت کمکم کرد، یا اینکه یک نقشه های بر سرت میارن که یک باره فکری تو، نظری تو دیگر، هدفی تو دیگر میشود. اگر این گونه دوست ها رو دارید هرگز آنها رو سر ندهید یا خود رهایشان نکنید. برای آنکه اینها دوستانی کریم هستند، بخیل نیستند، در پیشروی شما سهم می‌گذارند و برای پیشروی شما همیشه خرسند و خوشحال هستند. آنهایی که برای موفق گشتن شما، برای یک قدم باشد هم به پیشرفتن شما حرکت میکنند. به گمان شما یک دوست نزدیکی که یک نفری که میگوید کتاب خوان، یک نفری که میگوید بیهوده وقت خود را صرف نکن، حداقل از پای یگان هنر آموزی شب، یا میگوید حداقل در این وقتها از پای عبادتی مخصوص شب، برای چی فایده دارد؟ آیا او از ما فایده میگیرد یا اینکه او فقط به خاطر آنکه نیکخواه هست ما را دوست میدارد و در حقیقت او دوستی صمیمی هست؟ این را به ما توصیه کرده ایستاده است. اما این گونه دوستان را هم در این زمان پر از فتنه، در این زمانی که دوستان سطحی خیلی زیاد هستن، خیلی کم پیدا میکنید. اما اگر پیدا کردید هر چی باشد هم بعضی مشکلی ها یا خطاگی ها داشته باشند هم که انسان بی خطاگی نمی شود، نباید آنها را ما هرگز و هرگز رهایشان کنیم و ازشان جدا شویم. مسئله دیگری هست عزیزان، مسئله دوستان بد. متاسفانه امروزها اگر دو دوستی خوب داشته باشه 10 دوستی بد دارید. نه از روی بدی که به شما بدی میرسانند، شاید از اینکه وقت شما رو میدزدند یا عقل شما رو پریشان میکنند، یا اینکه هیچ هدفی ندارند و با آنها مینشینید و حوصله شما هم پیر میشود. اکنون برای اینکه انتخاب دوست و گفتم علل خصوص دوستانی بد در زندگی ما خیلی جدی هست، درباره دوستانی بد هم آیت های زیاد پیدا میکنید، هم حدیث های زیاد، هم گفته علما رو خیلی خیلی زیاد ما میتوانیم پیدا کنیم. پیش از همه اگر به قرآن کریم نگاه کنیم، چگونه که پروردگار میگوید با بنده های مخلص، بنده هایی که در حقیقت از الله میترسند با آنها آشنایی کنید. و بنده های مخلص را عزیزان هرگز با سر و لباس پیدا نمی کنند، هرگز با چهره های ریشدار و خواهران دیگر خیلی خیلی لباس های محتشمدار پیدا نمی کنید. بنده های مخلص را یا انسان های خالص حقیقی را هرگز با گفته هایشان که من این کردم و من آن کردم نه، آنها را در عملشان، در اخلاقشان، از آن چی با چشم خود دیدید یا شاهد شدید با شاهدی دیگران که این انسان در حقیقت کارهای میکند که فقط انسانهای صالح میکنند میتوانیم پیدا کنیم. برای همین پیامبر بودن صلی الله علیه و سلم به قلب خود اشاره کرده گفتن التقوا هاهنا، تقوا و پرهیزگاری اینجا هست، نمودی ظاهری تو، زبانی تو نه، در قلب تو هست. وقتی در قلب تو تقوا پیدا شد، جایگیر شد، خواه و نخواه عملهای تو، کردار تو موافق تقوا می شود. اما اونهایی که از ظاهرشان تقوادار نمودند و دوستی کردید و بعد از این گفتید خطا کردم، اینجا مشکل در شما بود که شما فقط در ظاهر تقوا رو می دیدید. برعکس این اگر برگردیم بر دوستانی بد، الله میگوید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. و هرگز اطاعت نکن، دوستی نکن به نفرانی که قلبهای آنها غافل است از ما. آنها حیات معنویات را نمیدانند، آنها حیات روح را نمیدانند، آنها چشمشان فقط همین دنیای دروزه هست، کمی آن طرفتر را نگاه کرده نمیتوانند. عموما از حیات روحانی، از غذای معنوی آنها بیخبر هستند، در غفلت هستند، گناه را نمیدانند، ثواب را نمیدانند، لذتی عملهای خوب و صالح کردن را نمیدانند، لذتی دوری از گناه را نمیدانند. هرگز با آنها دوستی نکن. و تبع هواه، از پای هوای خود هستند، هر چی خواستن از پای آن هستند. نمیگویند که نه این را من میخواهم، قلب من میخواهد یا نفس من میخواهد.
اما اینجا من باید فکر کنم که درباره این خالق من چی میگوید که من یک بنده هستم، من انسان حر آزاده که هرچی بخواهم بکنم نیستم. یعنی اونهایی که از پی هوای خود هستند، من هر چی خواستم اون رو میکنم، نکردم خوابم نمیبرد. یعنی من همین گونه انسان هستم، اگر میخوام کسی رو بزنم باید بزنم، اگر میخوام چیزی بخورم باید بخورم، من هر چی میخواهم میکنم. یعنی با این گونه انسان ها اگر دوستی کردیم، وای بر حال ما. یک روز است، 2 روز است، 3 روز است، خواه و ناخواه از این همنشین تاثیر میگیرد. خواه و ناخواه همین گونه ای که قلب او غافل است، قلب ما هم غافل می شود. و چیز دیگر این است که اگر گشته و برگشته به بعضی از نصوص ها نگاه کنید، الله حتی سبب دوزخی شدن بعضی انسان ها رو در دوستان بد میگوید. یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یعنی الله میگوید روزی می شود که انسان های ظالم انگشت حسرت میگزند و میگویند وای چرا من با فلانی دوستی کردم. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش من فلانی را دوست برای خود نمی گرفتم، این او بود که مرا گمراه کرد. کاش من همراه پیامبر یا همراه پیروان پیامبر گفتیم در زمان امروز دوستی میکردم. یعنی بیخبر هستیم، اما سبب داخل شدن انسان ها به جهنم، سبب گمراهی آشکار آنها در دنیا می توانند دوست ها باشند. و چیز دیگر این است که در کودکی هم زیاد اهمیت نمی دهیم، علل خصوص خواهران و برادرانی که خارج از کشورهای مسلمان زندگی میکنند، در محیط زندگی میکنید که اطراف تماما حیات معنوی ندارد، عموما از شریعت بخبر است، عموما درباره خالق و درباره عالم غیبیات نه تصور دارد نه تصور کردن میخواهد. گاهی به خاطر زبان آموزی فرزندمون رو با یک نفر دوست میکنیم، گاهی به خاطر همسایگی یا اینکه در مکتب تنها نماند دوست نزدیک. این یک برای همسنف بودن یا همسایه بودن سلام علیک کردن و او کمک کردن، این اخلاق مسلمان است. همیشه باید حتی به حیوان و سگ و گربه و آب دادن و نان دادن این ثواب دارد. اما دوستی نزدیک بودن با کفار، با آنهایی که عموما از معنویات دورند، با آنهایی که حلال چی هست حرام چی هست نمیدونن، میگویند من یک نفس آزاد هستم و من حتی اجازه نمیدیم پدر و مادرم به زندگی من دخالت کند که من در یک عالمی کاملا آزاد و دموکراتی زندگی دارم. فرزندان خود را با این گونه انسان ها اگر دوستی نزدیک کردید 1 سال 2 سال 3 سال، پس از مدت میبینید که تا چه اندازه فرزند شما هم تغییر مییابد. مگر اینکه فرزند شما خیلی شخصیتی قوی هست و برعکس شد، فرزند شما تاثیرگذار شد که بعضی انسان هایی که شخصیتی قوی دارند در حقیقت آنها سبب هدایت خیلی نفرانی زیاد میشوند و خیلی زیاد از مشهورانی که در امریکا و اروپا ایمان آوردن سببش دوستان قوی آنها بود که آنها را با دعوت خود و با اخلاق خود تاثیر گذاشت و آنها را راهنمود کرد. اما وقتی میدانیم فرزندی ما گپی دهانش رو گفته نمیتواند، فکری درست ندارد، حتی درست فکر کرده هم نمیتواند، که حتما باید پدر و مادر در این مسئله فرزند خود را شناسند. بعضی کودک ها هستند که در همه جاده یعنی میتوانند گپی خود را گذرانند. بعضی کودک ها هستند که آنها همیشه مطیع هستند، یعنی اطاعتکار، گویا به دنیا آمدن کسی چیزی گفت آنها همیشه راضی هستند. در این مسئله باید خیلی و خیلی احتیاط شد که مبادا به خاطر زبان آموزی، به خاطر حق همسایگی و چیزی دیگر دوستی نزدیک خود یک نفر تماما بیدین رو قرار دهیم و پس از مدت ببینیم که چقدر تاثیرهای بدی آن دوست به او رسیده است. و اینجا مسئله که اینجا الله میگوید، یعنی گمان نکنید که با دوستان بد زندگی کردن شما یک چیزی عادی هست. زمانی می شود، روزی می شود که محض دوستی بدی شما سبب داخل شدن شما یا وارد شدن شما به جهنم می شود. انا در آنجا انگشت ندامت می گزید در حالی که هیچ فایده ای ندارد. برای همین از این که ما باید از شر دوستان بد نجات یابیم، صفت آنها را هم چگونه که صفت دوستان خوب و صالح را شناختیم، صفت ایشان را هم بشناسیم. اولین صفتش را خود پروردگار بیان کرد، آنی که قلب او غافل است، آنی که از پی هوای خودش هست، آنی که هرگز بجز خود دیگران را فکر نمی کند. عزیزان، نفرانی که از پی هوای خود هستند،
از پی خواسته های خود هستند، در برابر خواسته ها و هوای نفس خود آنها حتی پدر و مادر خود را هم به یکتی نمیگیرند و آنها هرگز دوستی خوب شده نمیتوانند. میبینید که امروز خوب است، شاید به خاطر آنکه از شما فایده به او رسید، منفعت در میان است، فردا خوب است، اما زمانی که از شما هیچ فایده به او نمیرسد، او میرود از پی دوستی دیگری، اونی که از او فایده میگیرد. برای همین نباید با اهل هوا و هوس، با اهل مادیات و دنیا پرستی که برای آنها از وجدان و از شرف و از عزت هم یک پارچه لطف و یک پاره ماشین و یک خانچه و این چیزها بالاتر می ایستد و او به خاطر یک مقدار پول می تواند همه را بفروشد یا گفتیم همه را ویل کند و به حال خودش بماند. نباید با ایشان دوستی کرد. دیدید که یک نفر صحبت زیادش درباره خانه‌اش هست، درباره ماشینش هست، درباره پولهای درآمدش هست، درباره لباسش هست، درباره خوردنیش هست، درباره سیاحتش هست. به خاطر آنکه فخر میکند، گمان نکنید که از او دوستی خوب می شود. اما یک نفری که درباره نیکی ها صحبت میکند، درباره انسانیت صحبت میکند، درباره شخصیت صحبت میکند، درباره آن صحبت میکند که انسان یک جان برای او بالاتر است، عزیزتر است از این همه مادیات دنیا که شاید فردا همش یک بار زیر زمین شود، مثل اون که در اوکراین امروز دیده ایستادید، خانه چند نفر و ماشین چند نفر و قصرهای چند نفر زیر خاک شدن با یک جنگی که در آنجا شروع شد. یعنی این نفرهایی که عاشق دنیا هستند، عاشق پول و مال هستند، به خاطر پول همه را میتوانند فریب دهند، همه چیز را میتوانند بگویند، هرگز به ایشان دوستی نکنید. یعنی با آنها نیکی کردن و کمک کردن که ما باید به انسانیت کمک رسانیم، حتی چه خیلی که گفته ایستادم به حیوان باشد هم مسئله دیگر هست. اما دوستی، چون دوستی رو ما میدونیم دوست نفری است که همراز ما هست، همدرد ما هست، مونس تنهایی های ما هست، نباید ایشان رو برای خود دوست قرار دهیم. چیز دیگر این است که نفرانی که احمق هستند، جاهل رو هم میشود احمق گفت، اما زیادتر احمق یا احمق هم میگویند در ما، در زبان عربی که احمق میگویند زیادی به اون زبانی من عادت کرده است، یا ابله، آنهایی که چی خوب و چی بد است جدا کردن نمیتوانند. از زبان آنها یگان کلمه درست نمیشنوید، جمله میگویند جمله سر تا پا پر از مشکلی هست. برایتون یک نصیحت میکنند، در آن نصیحت اگر شما به آن نصیحت عمل کردید، خانه‌تان همین روز در میگیرد از جنگ و جنجالی که میشود و خود نه با فرزند خود، نه با همسر خود، نه حتی با پدر و مادر خود مراسا کردن نمیتواند. این گونه انسان ها زیاد هستند و جز افلا کسی دیگری نیست. آنی که نتواند با پدر و مادر خود مراسا کند، یا اونی که با فرزند و با همسرش همیشه مشکل دارد، یا او با یگان کس دوستی کردن نمیتواند، یکی شد ستارهش به شما روبرو شد به شما دوستی کرد. یعنی این انسان رو همه میشناسند که این انسان از اهل دوستی نیست، از اهل انسانیت نیست، از این یگان کار خوب از دستش نمی آید. به خاطر جهل و بیسوادی از حد گذرایش یا به خاطر ابلهی که او همین گونه به دنیا آمده است. البته نمیگویم اینها رو پس بزنید، تنهایشان مانید، بگذار عذاب کشند، نه، تا میتوانید کمکشان کنید، اما دوست خود قرار ندهید. اونی که ساعتها وقت شما رو گیرد، روزها با سخنهای خود فکر شما رو، ذهن شما رو مشغول سازد، یک خبرهای رو بیاورد که شما دیگر از آن خبر روزها باید بتصفید و تب کنید. نه، با این گونه انسان ها ما باید در یک مسافه، در یک مقدار از دوری ها خود را بداریم تا اینکه هرگز حیاتمان صرف سخنها و عمل کرده یک ابله نشود. و میبینید که انسان هایی هستند که میگویند داد از دست فلانی که هر روز به خانه‌ام میآید، این گونه مشکل دارد، هر روز به تلفنم زنگ میزند، این خیلی میکند یا چیزی دیگر میگوید. در این وقت عزیزم مشکلی در شما هست که حتما باید به میان مسافه را خود شما جای مانید. چیزی دیگر، دوستانی که متکبر هستند یا نفرانی که فقط خود را میبینند و تکبر آنها خیلی و خیلی بالا است. وقتی با شما صحبت میکنن حتما در لحن سخنشان شما رو پست میزنن. وقتی کاری کردید همیشه کار شما رو یا طعنه میکنن یا مسخره میکنن. در بین مردم یکی آبروی شما رو میریزانند و پروا ندارن. این گونه انسان ها شخصیت ما رو میشکنند.
و میبینید کودکی که با یک کودک متکبر بزرگ میشود، چی در داخل خانه چی در کوچه، وقتی دوست تو یک نفری هست که خودخواه هست، فقط خود را میبیند، انسان نرجسی هم میگویند با زبان عربی، یعنی او فقط میگوید من خودم، دیگرها خطا کارن، این من هستم که بالا هستم. وقتی با این گونه کودک شما دوست هست، کودک شما کیها الکی خود رو کم میبیند، او شخصیت خود رو خیلی پایانتر حس میکند از او. در خانه هم همین گونه، اگر یک کودک باشد، دیگر فرزندها همیشه خود رو پایانتر حس میکنند. اگر یک نفر بالای اونها همیشه من هستم و من هستم گوید. برای همین نفرانی که دیدید یک بار نه، دو بار نه، چندین بار شما رو پس دادن، نفرانی که دیدید که از زبانشان فقط مدح خودشان هست، ایشان فقط خودشان رو تعریف میکنند، هیچ نفری دیگری رو تعریف نکردن. اگر یکی تعریف کرده باشن هم به خاطر اون که خودشان هم در آنجا هستن، من و او بودیم برای همینجا تعریف هست. یعنی نفرانی که شخصیت شما رو به خاطر متکبری خود، به خاطر اینکه خود را بالا میدانند و منمنی میکنند، زیر پا میکنند. این گونه انسان ها شما رو تا حد شخصیت شما رو خرد میکنن که شما همیشه خود رو پست حس میکنید، همیشه خودتان رو گمان میکنید انسانی درجه دوم است یا سوم، چگونه که روس‌ها با تاجیک ها کردن. و این حقیقت است عزیزان. بعد از اینکه مردم تاجیکستان به روسیه رفت و مدت در آنجا طعنه شنوید، تحقیر شنوید، خواه و ناخواه تاجیک های بیچاره هر کجا رفتن گمان میکنن آنها انسان های درجه پست هستند. این از کجا پیدا شد؟ از تاثیر همان همنشین های بدبخت که انا امروز دیده ایستادیم خودشان به چه حالت آمدن، در کجا رفتن مردم از ایشان نفرت دارن. و ما هم وقتی یک دوستمون او میگوید من دوستی تو هستم، به خانهتون میآید، خانهتون رو طعنه میکند، خودتون رو طعنه میزند، فرزندان شما رو پس میزند، همسر شما رو پس میزند، عموما فقط او هست و دیگران نه. این گونه انسان ها شخصیت ما رو از بین میبرند، نباید با ایشان دوستی کرد. و حتما بگفت که دوستی در حدش است، زبانت رو تا جایی که لازم است دراز کن، از آنجا نه. اینجا اگر تو انسان هستی من هم انسان هستم. یعنی نباید به خاطر دوستی از بحر شخصیت و از بحر عزت خود برایم. چیز دیگر، دوستانی که هرگز در حالت‌هایی که باید همراهی ما باشن نیستن. یعنی در این باره کمی پیشتر هم شاید گفتم، ولی حتما این مسئله باید تاکید شود. ما خیلی دوستانی زیاد داریم در روز توی، در روز ضیافت، در روزهایی که ما در روزهای خوب هستیم، صاحب همه چیز هستیم، اما وقتی که در روزهای وزمینمان هست و باید حداقل یک تسلای درد دلی از زبان کسی بشنویم، کسی دست ما رو نمیگیرد. و وقتی دیدید که این نفر در خوبی ها و خوشی ها با شما هست، وقتی یکی قسمت و سرنوشت بود و حال شما به هم زد و دیگر نمی آید، در اینجا گمان نکنید که این نفر دوستی خوب است. با این گونه انسان ها نباید دوستی کرد، نباید به این گونه انسان ها اعتماد کرد. و چیز دیگری که حتما باید گفته شود و شاید صحبتش طولانی هست ولی اینجا کمی اشاره میکنم عزیزان، این بلایی هست که امروز مایان در شبکه‌های اجتماعی داریم، دوستی کردن از طریق اینترنت. و چقدر نفرانی هستند که دوستی اینها از طریق اینترنت است، با چند نفر، انسان‌هایی که نام آنها معلوم نیست، شخصیت آنها معلوم نیست، فقط عکسش رو دیدن یا با او با ویدیو ویزاف میگویم یا با صحبت‌های نواری تلفن کردند و گپ زدن دوستی میکنند. 1 سال است که با فلانی دوستی دارم، او کی هست چه هست در تلفن، در اینترنت، اما شاید آن انسان از تو استفاده میبرد، شاید آن انسان نفری نیست که خودش را میگوید. یعنی نباید این گونه در این مسئله های دوستی که شما بعضا تماما سر و اسرار خود را همچون دوست به او میگوید، بعضا طور صحبت میکنید که از خواهر و برادرتان هم نزدیکتر است، نباید این گونه به آسانی برای خود کسی را دوست و همدم و همصحبتی که همیشه او گویا با ما هست قرار بدهیم. نباید یگان نفر به آن دوستی هایی که از طریق اینترنت هست اعتماد کند، مگر اینکه
یک نفر دید او رو میشناسد، دوست شما شخصا او رو دیده است یا یک نفر شما دیده است مسئله دیگر، یا یک انسانی معروفی است که همه میشناسند، اما یک انسانی بی نام و نشان که نامش فلانی بوده، صورتش رو دیدیم، عکسش رو دیدیم، نه خود نه فرزندان خود رو اجازه بدهید از طریقه تلفن، از طریقه شبکه‌های اجتماعی برای خود نفری را دوست قرار دهند، برای اون که خیلی مصیبت ها هست که به سر جوان ها آمده ایستاده است، اون هم به خاطر دوستی هایی که از طریقه اینترنت داشتن. و اینجا عزیزان به پایان برنامه می رسم. صحبت امروزه من شاید از این هم زیادتر بود، ولی تا حد ملخص کردم که در این باره با شما صحبت داشتم. در آخر بگذار پروردگار به یکایک ما و شما دوستانی صمیمی، دوستانی صالح، دوستانی اهل تقوا، دوستانی که اهل پروردگار هستند، آنها بنده های خالص هستند، برای یکایک ما نصیب کنند. اونهایی که در نبودنمان ما رو حمایت میکنند، رو برای ما به ما نصیحت میکنند و بودن آنها برای ما نعمت است و مایان رو دور کند از دوستانی که با نام دوست هستند ولی از پشت ما همیشه از پی خنجر زدن هستند، از پی نابود کردن آبرو و عزت ما هستند. پروردگار از شر این گونه دوستان همه ایمایان را نگه دارد. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.